جوانی با دختر مردی شریف ازدواج کرد. مهریه دختر فقط یک کیسه نمک بود. 1 سال بعد زن همراه نوزادش و شوهرش راهی خانه پدر شد. در مسیر مجبور بودند از یک گذرگاه باریک روی نهر عبور کنند. چوب‌های قدیمی و خیس که رد شدن از آنها احتیاط می‌خواست. وسط گذرگاه پای زن لغزید و نزدیک بود به داخل نهر بیفتد. شوهر که نوزاد را بغل داشت عقب رفت و با صدای بلند گفت ارزشت همان 1 کیسه نمک است. زن با لطف خدا نجات پیدا کرد. وقتی رسیدند و ماجرا را گفت پدر آتش گرفت. داماد را بیرون کرد و گفت نوزادت را بردار و برو. تا 1 کیسه اشرفی نیاوردی حق بردن دخترم را نداری. داماد ماها کار کرد، سخت بیوقفه، تا بالاخره 1 کیسه اشرفی جمع کرد. پدر اجازه بازگشت داد. در مسیر برگشت وقتی دوباره به همان گذرگاه باریک روی نهر رسیدند، زن هنوز قدم نگذاشته بود که شوهر بیدرنگ او را روی دوش گرفت و با نهایت احتیاط از روی چوب‌ها عبور کرد. نفسش سنگین شده بود اما دلش روشن بود. برای 1 جمله تلخ بهای سنگینی داده بود و تازه ارزش همسرش را فهمیده بود. اگر این حکایت به دلت نشست لایک کن و بنویس قدر آدم ها رو میدونم.